سلام به دوستداران موسیقی، خصوصا نوازنده های پیانو. امروز اومدم یه کتابی رو بهتون معرفی کنم که مناسب افرادیه که تازه ساز پیانو رو شروع کردن و دنبال یه کتابی میگردن که بتونن پیانو رو باهاش شروع کنن و در عین حال اون کتاب خیلی ساده و روون باشه براشون و بتونه مفاهیم پیانو رو به سادگی بهشون آموزش بده. کتابی که توی دست منه کتاب بیره. یه کتاب فوق‌العاده عالی، در واقع یه کتاب عالی برای سطح مقدماتی هست. اگه قسمت پیشگفتار کتاب رو باز کنید، دقیقاً گفته که این کتاب برای خردسالان و کودکان هم طراحی شده. یعنی در واقع این کتاب جوری طراحی شده که مناسب افراد خردسال و حتی کودکانه. یعنی که این افراد میتونن پله پله و قدم به قدم با این کتاب پیش برن و اونقدر حرفه‌ای هست که افراد بزرگسالان بتونن ازش استفاده کنن. جلد پشت کتابو که نگاه کنین میبینیم که یه سری از لیست کتاب‌هایی اومده نوشته که مخصوص ساز پیانوه. حالا میخوایم ببینیم که هر کدوم از این کتابا برای چی طراحی شدن، به چه دردی میخورن. اولین لیستی که اومده نوشته کتاب بیر، آموزش مقدماتی پیانو. دومیش هانونه. هانون برای نرم کردن و تقویت انگشتا به کار میره. کتاب بعدی چرنی آپوسه 599 که یه لول از کتاب بیر بالاتره و در واقع همون متدهای پیانو رو به صورت حرفه‌ای آموزش میده. کتاب بعدی که اومده نوشته کتاب اشمیته، اونم در واقع برای گرم کردن و تقویت انگشتا و نرم شدن انگشتا بهتون کمک میکنه. این کتاب ها رو میتونید قبل از اینکه بخواین کتاب بیر یا مثلا چرنی رو شروع بکنید یا اون قطعه‌ای که میخواین بنوازین رو شروع کنید، برای گرم کردن انگشتاتون از این کتاب میتونید استفاده کنید. کتاب بعدیش که نوشته گام و آرپژ و آکوردهای شکسته هست. این کتاب ها به ما گام ها و آرپژ ها و آکورد ها رو به صورت تخصصی آموزش میده. پس اگه میخوای یه نوازنده حرفه‌ای پیانو بشی و بتونی تکنیکی نوازندگی تو رشد بدی، من حتما این کتاب بهت توصیه میکنم. پس همراه هم باش که میخوام از تمرینات این کتاب رو با هم دیگه پیش ببریم.